سلام به همراهان عزیز دکتر خوبه. من دکتر باقرزاده صبا هستم، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کلورکتال. خواستم در این ویدیو در مورد جراحی روده با شما صحبت بکنم که اگر در این زمینه مشکلی داشتین با توجه به دیدن این ویدیو بتونین که تا حدودی مشکلتون رو حل بکنید. عمل روده بزرگ یا کولکتومی چیست؟ عمل جراحی روده بزرگ یا اصطلاحاً کولکتومی به جراحی گفته میشه که یک قسمتی از روده بزرگ رو به هر علتی، حالا ممکنه که بیماری‌های سرطانی باشه یا بیماری‌های دیگه روده که نیاز باشه که اون قسمت از روده بزرگ برداشته بشه، این عمل جراحی ما از بدن بیمار خارج میکنیم. کلورکتال چیست؟ یکی از بیماری‌های بسیار مهم در روده بزرگ معمولاً سرطان‌های روده بزرگ هست که اصطلاحاً بهش میگن سرطان‌های کلورکتال. قسمت انتهایی روده اصطلاحاً بهش رکتوم میگن که مجموعاً میشه کلورکتال. شایع‌ترین علائمی که معمولاً در سرطان‌های کلورکتال ما داریم بی‌علامتیه. ممکنه که سرطان‌ها تا یه حد پیشرفت بکنن و هیچ علامتی رو نداشته باشن. ولی خب علائم دیگه‌ای که ممکنه سرطان‌ها رو داشته باشن، از علائم شایعشون خونریزی‌های گوارشی هست که به صورت خونریزی روشن از ناحیه مقعد یا مدفوع سیاه رنگ یا به صورت کمخونی هایی که بعداً خودشون رو بروز میدن. از علائم دیگه دردهای متناوب شکمی یا دردهای کرامپی شکم ممکنه که از علائم سرطان باشن. انسدادهای روده چه به صورت کامل و چه به صورت ناقص ممکنه که سرطان ها باعث انسداد در روده بزرگ بشن و بیمار علائم عدم دفع گاز یا مدفوع رو داشته باشه که اصطلاحاً بهشون میگن انسداد روده. و از علائم دیگه ممکنه که ترشحاتی به صورت موکوس یا ترشحات مخاطی هم همراه مدفوع در بعضی از سرطان‌های روده دیده بشه. دلایل جراحی روده بزرگ: یک سری از بیماری‌های عفونی به صورت دیورتیکول‌ها و گاهی اوقات هم انسدادهای روده بزرگ و پیچ‌خوردگی‌های روده بزرگ که در یبوست‌های مزمن ایجاد میشن مواردی هستن که باز ممکنه که نیاز به جراحی داشته باشن. عمل روده بزرگ چگونه است؟ جراحی روده بزرگ خب در گذشته به صورت لاپاراتومی انجام می‌شده یا اصطلاحاً بهشون میگن جراحی باز، ولی خب امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی جدیدتر معمولاً جراحی هایی که روی روده بزرگ انجام میشه به صورت لاپاروسکوپیک انجام میشه. معمولاً اگر که به صورت متناسب با بیمار و با شرایط خوب برای بیمار انجام بشه، جراحی ایدئال برای جراحی روده بزرگ خواهد بود. انواع عمل‌های جراحی روده بزرگ: جراحی‌های متفاوتی برای روده بزرگ وجود داره که بسته به بیماری که ما قصد داریم که جراحی بکنیم خب ممکنه روش‌های مختلفی انجام بشه. معمولاً در جراحی روده بزرگ ما یک قسمتی از روده بزرگ رو از بدن بیمار خارج می‌کنیم. روده بزرگ با توجه به فانکشنش در بدن افراد که فقط جذب آب هست و در جذب ویتامین‌ها و مواد غذایی خیلی دخیل نیست، معمولاً ما دستمون بازتره برای جراحی روده و میتونیم قسمت بیشتری از روده بزرگ رو خارج بکنیم و معمولاً به هر حال بسته به بیماری که وجود داره ما قسمتی از روده که مبتلا به بیماری هست رو خارج میکنیم. گاهی اوقات در بعضی از جراحی‌های روده به خاطر شرایط بیمار و شرایط روده ممکنه که نتونیم که اون قسمت از روده رو مجدداً به هم پیوند بزنیم یا اصطلاحاً آناستوموز اولیه برای روده انجام بدیم که ممکنه که مجبور بشیم قسمتی از روده رو به صورت موقت و گاهی اوقات در بعضی از بیماری‌ها به صورت دائم از روی پوست شکم بیمار بیرون بذاریم که اصطلاحاً بهش میگن استومی که گاهی بیشتر اوقات به صورت موقت هست که اگر شرایط بیمار به شرایط ایدئال برگشتیم و شرایط جراحی ایدئال بود میتونیم مجدداً اون رو اصطلاحاً برگردونیم و مسیر طبیعی روده رو برای بیمار ایجاد بکنیم. نکات کلی برای هر نوع جراحی روده بزرگ: اصولاً جراحی روده بزرگ به خاطر اون محیط روده، به خاطر وجود میکروب‌های فراوان یا به هر حال وجود مدفوع داخل روده یک کمی با بقیه جاهای بدن یه مقدار متفاوته. خب اصولاً بهتره که ما قبل از عمل حتما آمادگی لازم رو به بیمار بدیم، حتما اون بار میکروبی رو کمتر بکنیم و شرایط بیمار رو به شرایط ایدئالی برسونیم که بعد از عمل بتونیم خیلی راحت از شرایط
بیمار و شرایط روده رو به نوعی ما قبل از عمل ترتیب بدیم که به هر حال اون پیوندها یا بخیه یا آناستوموز هایی که برای روده بزرگ انجام میشه به صورت متناسبی انجام بشه و برای بیمار مشکل ایجاد نکنه یا اصطلاحاً دچار عفونت نشه. خطرات و عوارض احتمالی عمل جراحی روده بزرگ. به هر حال همونطور که خدمتتون گفتم روده بزرگ به خاطر بار میکروبی و وجود مدفوع درون روده یک مقداری با بقیه جاهای بدن یا بقیه روده یک مقداری متفاوت هستش. ما یک سری تمهیداتی رو قبل از عمل در نظر میگیریم، یک سری داروهایی رو به بیمار میدیم که اون بار میکروبی رو کمتر بکنیم و بعد از اون از ایجاد عفونت یا احتمال مشکلات یا باز شدن بخیه یا اصطلاحاً لیک آناستوموز بعد از جراحی جلوگیری بکنیم. به هر حال جراحی روده وقتی که قرار باشه که انجام بشه و یه بیماری نیاز به جراحی روده داشته باشه لاجرم باید این جراحی انجام بشه. این مشکلاتی هم که بعد از جراحی روده ایجاد میشه همگی بسته به نوع جراحی نیست، شرایط خود بیمار و گاهی اوقات شرایط بعد از عمل ممکنه به طوری رقم بخوره که باعث بشه که مشکلاتی در جراحی ایجاد بشه یا اصطلاحاً اون آناستوموزی که در روده انجام میشه به صورت کامل یا متناسب ایجاد نشه یا عفونتی ایجاد بشه که بعد البته اون هم قابل درمان هست و جای نگرانی نداره، ولی به هر حال هر جراحی میتونه عوارض و مشکلات خودش رو داشته باشه. بیماری جراحی روده هم به همین صورت ممکنه که یه سری عوارض و مشکلاتی رو بعد از جراحی بیمار داشته باشه، ولی در کل جای نگرانی وجود نداره و معمولا اگر بیمار و پزشک به صورت ایدئال به سمت جراحی برن معمولا مشکلی پیش نخواهد اومد. رژیم غذایی پس از عمل جراحی روده بزرگ. رژیم غذایی که بعد از جراحی روده بزرگ برای بیماران شروع می‌کنیم خب بسته به نوع عمل متفاوت. ما که جراحی رو به صورت لاپاراسکوپیک انجام میدیم فردای روز عمل برای بیمار رژیم شروع می‌کنیم. خب رژیم رو از مایعات معمولا شروع می‌کنیم و معمولا روز سوم یا چهارم دیگه بیمار به صورت کامل از رژیم معمولی میتونه استفاده بکنه. عمل روده کوچک چیست و در چه مواردی انجام می شود؟ همونطور که میدونید قسمت انتهایی روده بزرگ به اصطلاح هم بهش میگیم راس روده یا رکتوم، هولوش 15 تا 20 سانتی متر انتهای روده بزرگ منتهی به مقعد میشه. این قسمت از روده بزرگ به خاطر موقعیتی که در بدن داره در داخل لگن قرار گرفته به خاطر یک سری بافت‌های همجواری که وجود داره، خونگیری اون قسمت از روده یه مقداری متفاوته. معمولا جراحی این قسمت از روده و درمان بیماری‌های این قسمت از روده نسبت به بقیه روده بزرگ متفاوته. یک مقداری ما درمان این قسمت رو با دقت بیشتری معمولا در نظر میگیریم و نیازی به یک سری مراقبت‌های بیشتری داره. مثلا در جراحی‌های سرطان رکتوم ما معمولا به صورت پروتکتیو یا پیشگیرانه برای بیمار استومی میذاریم یا قسمتی از روده رو به سمت پوست هدایت میکنیم که بیمار دیگه وقتی که غذا میخوره و قراره که دفع مدفوع یا اجابت مزاج داشته باشه از اون قسمت استومی انجام میشه و مدفوعی از روی اون قسمت جراحی شده عبور نمیکنه تا اون قسمت کاملا التیام پیدا بکنه و بعد ما بعد از مدتی که معمولا این مدت بین 1 ماه تا حالا بسته به هر موقع که اون بخیه ها کاملا مطمئن شد اون استومی رو مجددا به داخل شکم برمیگردونیم و بیمار اون مسیر طبیعی جریان گوارشش رو پیدا خواهد کرد. روش عمل روده کوچک چگونه است؟ توی قسمت روده باریک ما معمولاً بیماری خاصی نداریم که نیاز به عمل جراحی داشته باشه یا در کل بیماری هایی که در روده باریک باعث بشن که ما نیاز باشه که جراحی انجام بدیم خیلی کم هستن. البته خب یه سری مشکلاتی مثل چسبندگی ها یا هرنی یا یک سری بیماری هایی که باعث بشن که مثل کرون که باعث انسداد یا عفونت های در قسمت های از روده باریک میشن ممکنه که نیاز به جراحی رو در روده باریک به همراه داشته باشن، ولی در کل بیماری‌های روده باریک خیلی زیاد نیستن و جراحی‌هاشون هم معمولاً خیلی سخت نیست، خیلی راحت‌تر از روده بزرگ هست جراحی‌های روده باریک و معمولاً هم اون عوارض مثل عفونت‌ها یا لیک آناستوموز یا نشت مواد غذایی از محل بخیه‌های روده بزرگ معمولاً توی روده باریک اتفاقی نمی‌افته و ما خیلی مشکلی با روده باریک نداریم. اکثر بیماری‌ها و جراحی‌های مشکل دار ما با روده بزرگ هستش. زندگی بعد
از برداشتن روده بزرگ یا کوچک؟ معمولاً بعد از جراحی‌های روده بزرگ ما خیلی مشکلی نخواهیم داشت. البته من خدمتتون گفتم ما جراحی روده بزرگ رو معمولاً دو قسمت می‌کنیم، روده بزرگ و راست روده. جراحی که روی راست روده انجام میشه خب بعداً به خاطر اون فانکشنی که راست روده داره، محل ذخیره مدفوع هستش تا فرد اجابت مزاج رو انجام بده و نزدیکی اون راست روده به ناحیه مقعد، جراحی که روی راست روده انجام میشه معمولاً بعد از عمل ممکنه که یه سری علائم یا عوارض یا مشکلاتی رو برای بیمار ایجاد بکنه که اونها هم قابل درمان و پیشگیری و تا حدودی درمان پذیر هستن. در روده بزرگ که خب ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی حتی ما میتونیم در بعضی از بیماری ها و در بعضی از افراد حتی کل روده بزرگ رو به جز راست روده از بدن بیمار خارج بکنیم بدون که هیچ مشکلی از لحاظ تغذیه، از لحاظ روش زندگی، از لحاظ لایف استایل و دفع مدفوع هیچ مشکلی برای بیماران ایجاد نمیشه. عوارض بعد از عمل روده کوچک و بزرگ؟ چون در جراحی ها معمولا با یک محیط استریل طرف هستیم، ولی خب روده بزرگ جایی هستش که به هیچ عنوان به هیچ روشی قابل استریل شدن نیست. بنابراین معمولا ما قبل از عمل باید یک سری فعالیت ها انجام بدیم که تا حدودی بار میکروبی روده رو کم بکنیم. از عوارضی که بعد از جراحی روده ممکن اتفاق بیفته عفونت ها یا باز شدن بخیه یا اصطلاحاً لیک آناستوموز هست که ممکنه بعد از جراحی اتفاق بیفته، که اینها هم یه سری علائم خاصی رو دارن که معمولا ما در بعضی افراد ممکنه که انتظارش رو داشته باشیم، در بعضی از جراحی ها ممکنه انتظارش رو داشته باشیم. معمولا از درن ها استفاده میکنیم که اگر این اتفاق افتاد زودتر مطلع بشیم و زودتر بیمار رو درمان بکنیم و از عوارض بعدی جلوگیری بکنیم. ولی در کل جراحی روده بزرگ عوارض خاصی ندارن و معمولاً بیماران بعد از جراحی به زندگی عادیشون برمیگردن. چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟ به هر حال بیماری هایی که روده بزرگ که از نظر ما اهمیت دارن و معمولا نیاز است که ما به پزشک مراجعه بکنیم، به شایع‌ترینشون سرطان روده هست. سرطان روده شیوع بالایی نداره، ولی با توجه به اینکه اهمیت بالایی داره و هر چقدر که ما زودتر این بیماری رو تشخیص بدیم و این بیماری درمان پذیر یا اصطلاحاً بهش میگن کیوریبل، یعنی درمان پذیره. اگر سرطان روده بزرگ رو در مراحل اولیه تشخیص بدیم و جراحی بکنیم، این بیماری کاملا ریشه کم میشه. اینطور نیستش که مثلا بگیم مجددا برمیگرده، مجددا ممکنه عود بکنه. بنابراین اهمیت این موضوع در تشخیص زودرس این بیماریه. حالا چه علائمی داشته باشیم که ما به پزشک مراجعه بکنیم؟ نیاز نیست شما با هر علائمی نگران بشین، ناراحت بشین و این سایت های مختلف رو مطالعه بکنین و باعث میشه که زندگیتون مختل بشه. اگر دچار علائمی شدین، به خصوص اگر این علائم متناوب بود به صورت مثل خونریزی های گوارشی که به صورت متناوب تکرار شد، اگر که دل دردهایی داشتین که قبلا نبوده، دردهای کرامپی شکم یا تغییرات اجابت مزاج، مثلا فردیه که چندین سال مشکلات یبوست داشته بعد به صورت تدریجی الان اسهال گرفته، یا کسی بوده که مرتبا اسهال بوده الان شکمش بد کار میکنه یا به سمت یبوست رفته، یا علائم به صورت ترشحات موکوسی، گاهی اوقات افراد به صورت ترشحات مخاطی یا سفید رنگی همراه مدفوعشون ممکنه ببینن. اینها جزء علائم خطر هستن که باید حتما به پزشک مراجعه بکنن. از علائم مهم دیگه وجود کمخونی، به خصوص در آقایون. اگر فرد آقایی هستش که کمخونی داره، حتما باید از نظر مشکلات گوارشی بررسی بشه و باید حتما یک آندوسکوپی فوقانی و یک کولونوسکوپی انجام بشه و این قسمت‌های معده و روده بزرگ بررسی بشن و علت کمخونی حتما مشخص بشه. و دیگه اینکه افرادی که سابقه فامیلی مثبتی دارن، اگر شما فردی هستین که در افراد فامیل نزدیکتون در حالا نسل قبلی یا نسل خودتون کسانی هستن که سرطان روده داشتن، حتما باید در سن پایین‌تر به پزشک مراجعه بکنین و شرایطی رو ایجاد بکنین که غربالگری رو در
در سن پایین‌تر برای شما انجام بدن و اگر خدای نکرده پولیپ یا سرطانی در روده شما بود زودتر تشخیص و درمان انجام بشه. یکی از علت‌هایی که ما میگیم که یک مقداری زودتر به پزشکتون مراجعه بکنین یا با یک متخصصی در زمینه بیماری‌های روده مشورت بکنین اینه که همه تقریبا میشه گفت اکثرا بالای 99% سرطان‌های روده از پولیپ‌ها ایجاد میشن. یعنی یک پولیپی در درون روده ایجاد میشه و این به تدریج رشد میکنه، تغییرات سلولی درش اتفاق میفته و طی سالیان، حالا ممکنه که این 1-2 سال باشه یا بیشتر طول بکشه که تبدیل بشه به یک توده سرطانی. بنابراین ما در غربالگری معمولا دنبال پیدا کردن این پولیپ‌ها هستیم و معمولا هم در غربالگری اگر کسی علامتی داشته باشه بهتره که حتما کولونوسکوپی بکنه. اگر هم علامتی نداشته باشن از سن 45 سال حتما باید افراد جامعه کولونوسکوپی انجام بدن. روش‌های دیگه هم هست، ممکنه که بگن ما اینها رو انجام میدیم، مثل خون در مخفی در مدفوع یا CT اسکن، باریوم انما یا CT کولونوگرافی. همه اینها خوب هست، تا حدودی کمک کننده هستن، ولی هیچ کدوم از این موارد جای کولونوسکوپی رو نمیگیرن. کولونوسکوپی تشخیص دقیق تر داره، نمونه برداری داره و خیلی اوقات درمان هم انجام میشه. یعنی اون پولیپ رو حین کولونوسکوپی خارج میکنن و فرد کلا از اون بیماری رهایی پیدا میکنه و نیاز به کار دیگه‌ای ممکنه که نداشته باشه. آمادگی‌های لازم قبل از جراحی کولکتومی. ما معمولا قبل از جراحی روده بزرگ یک مقداری برای بحث اون استریلیتی و کاهش بار میکروبی روده ها معمولا یک سری آمادگی‌هایی به بیماران میدیم که حالا یا در بیمارستان انجام میشه یا فرد در خونه این کارا رو انجام میده. مثل کولونوسکوپی تقریبا ممکنه که از مواد یا داروهای ملین استفاده بکنن و یک مقداری اون بار میکروبی و اون مدفوع داخل روده تخلیه بشه کفایت میکنه، نیازی به کار بیشتری نخواهد. راهکارهای پیشگیری از عوارض احتمالی. عوارض جراحی برای هر فردی امکانش هست که ایجاد بشه. یه سری شرایط بیمار هست، اگر شرایط تغذیه‌ای خوبی نداشته باشه، بیماری‌های زمینه‌ای، اگر فردی سالیان دیابت داشته باشه، سوء تغذیه داشته باشه و بیماری‌های قلبی شدیدی اگر داشته باشن، اینها خب به هر حال روی جراحی تأثیر میذاره. ولی در کل عوارض جراحی خیلی شایع نیستن در جراحی روده بزرگ. یه سری از پیشگیری ها هم برمیگرده به نوع عمل جراحی که انجام میشه، اون شیوه عمل جراحی، اون روشی که جراح ازش استفاده میکنه یا جراحی که آیا تجربه جراحی روده بزرگ رو داشته باشه یا نداشته باشه. اینها تمام مسائلی هستن که اگر رعایت بشه و میتونه که تا حدودی از بروز عوارض بعد از جراحی پیشگیری بکنه. ولی در کل عوارض جراحی روده زیاد نیست. اگر هم خدای نکرده اتفاق بیفته قابل درمان هست و میشه اونها رو به راحتی کنترل کرد و درمان کرد. فرایند کار شما به چه صورت است؟ معمولا اگر عزیزانی باشن که به هر حال با تشخیص بیماری‌های روده یا سرطان روده به ما مراجعه میکنن، معمولا افرادی هستن که قبلا علائمی داشتن و ما اینها رو خودمون یا خودشون به متخصص گوارش مراجعه کردن، کولونوسکوپی رو انجام دادن و در کولونوسکوپی اونجا دیگه نتیجه مشخص شده و مشخص شده که بیمار یک بیماری داره که نیاز به جراحی روده داره. معمولا در بیماری‌های سرطانی روده یه سری اقداماتی رو ما قبل از عمل انجام میدیم، یه سری بررسی‌هایی رو از نظر بررسی پیشرفت بیماری انجام میدیم، مثل CT اسکن شکم یا قفسه سینه یا بررسی‌های از نظر تومور مارکرها بر بیمار انجام میشه. اگر که بیمار زمینه ژنتیک داشته باشه ممکنه که یه سری آزمایش‌های ژنتیکی یا مشاوره‌های ژنتیک رو هم ما قبل از عمل برای بیماران درخواست بدیم و از نظر بیماری‌های زمینه‌ای هم یک چکاپی برای بیماران انجام میشن و بعد تصمیم میگیریم که بیمار رو جراحی بکنیم. معمولا یک روز قبل از جراحی بیماران بستری میشن، اقدامات لازم براشون انجام میشه. احتمالاً 2 تا 3 روز هم بعد از جراحی نیاز به بستری دارن تا اون فانکشن رودهشون به حالت نرمال برگرده
برمیگرده که ما بتونیم براشون رژیم شروع بکنیم و پس از اون هم بیماران ترخیص میشن. 1 هفته پس از ترخیص هم بیماران مجددا مراجعه میکنن برای چکاپ بعدی، برای دیدن جای بخیه ها و جای عمل و پس از اون هم که جراحی انجام شد جواب پاتولوژی بیمار رو ما معمولا از آزمایشگاه دریافت میکنیم و با بیمار تصمیم میگیریم که ادامه درمان رو به چه صورتی انجام بدیم. معمولا بیمارانی که به خصوص سرطان‌های روده مراجعه میکنن نیاز هستش که تا 2-3 سال بعد از انجام جراحی به صورت متناوب چکاپ بشن، بررسی بشن و تا اون بیماری کاملا ریشه کن بشه. رایج‌ترین سوالاتی که از شما پرسیده میشه؟ یکی از سوالایی که مطرح میکنن بیماران اینه که دکتر جراحی باز بهتره یا جراحی لاپاروسکوپی؟ ببینید مسلماً با پیشرفت علم وقتی که در تمام جوامع پیشرفته به این سمت رفتن که جراحی‌های شکم به صورت لاپاروسکوپی انجام میشه، مسلماً جراحی لاپاروسکوپی از جراحی باز بهتره به خاطر شرایط عملش، به خاطر دید وسیعی که جراح داره. ولی خب یک شرایطی رو باید حتماً اون محل عمل یعنی بیمارستان داشته باشه که اون دستگاه لاپاروسکوپی رو داشته باشه، جراح باید یه سری شرایطی رو داشته باشه یعنی اون آموزش لازم برای جراحی لاپاروسکوپی رو دیده باشه، اون تجربه کافی در مورد این جراحی رو داشته باشه تا بتونه این کار رو به درستی برای بیمار انجام بده. مسلماً در دست یک جراح با تجربه انجام جراحی لاپاروسکوپی مطمئناً از جراحی باز بهتره. یه نکته دیگه هم هست که خدمتتون میگم، گاهی اوقات در جراحی ممکنه اتفاقی بیفته، مشکلی ایجاد بشه که ما مجبور بشیم که جراحی رو به نوع باز تبدیل بکنیم و هیچ جراحی نمیتونه ادعا بکنه که من 100% همیشه جراحی لاپاروسکوپی انجام میدم. این اشتباهه. ممکنه که اتفاقی بیفته، مشکلی باشه که لازم باشه برای سلامت بیمار، برای درمان بهتر بیمار ما جراحی باز رو انجام بدیم. این نکته هم حتما مد نظرتون داشته باشید. خب عزیزان، امیدوارم که با این ویدیو به جواب سوالاتون رسیده باشین، یا اگر که سوالی براتون باقی مونده توی کامنت ها برای ما نظر بذارید که انشالله به اونها هم پاسخ داده بشه. من دکتر باقرزاده صبا هستم، جراح کولورکتال. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم بابت همراهی با دکتر خوبه. یادتون باشه که همیشه آگاهی اولین قدم برای انتخاب درسته.